توی این ویدیو میخوام نحوه صحیح نصب پرده مینیمال رو به توضیح بدم. پس تا آخر ویدیو همراه هم باش. بعد از اینکه گیره ها رو داخل چوب پرده انداختیم، گیره ها رو میشماریم. حتما باید تعدادشون زوج باشه. بعد نوار پرده رو متر میکنیم. متراژ به دست اومده تقسیم بر تعداد گیره ها میکنیم. این عدد به دست میاد. 5 سانت اول نوار پرده رو رد میکنیم. بعدش عددی که به دست اومده روی نوار پرده علامت میزنیم و هوکسا رو قسمت علامت خورده میندازیم. حالا پرده آماده نصبه. بعد از اینکه پرده رو نصب کردیم، همیشه پرده چینش نامرتب وای میسته. برای اینکه بتونیم چین پرده رو مرتب کنیم، چین اول میاریم بالا، چین دوم میره داخل. به همین صورت یه چین زیر، یه چین دور. این هم شد نتیجه کارمون. این نصب پرده مینیمال جذاب که به راحتی حرکت میکنه و خودش مرتب وای میسته. اگه دنبال ترفندهای خفنی، پیج من رو فالو کن و این پست رو ذخیره کن.